مدتی که از ویژن پرو برای درس خوندن استفاده میکنم. میتونم بهتون بگم که چطوریه. مرحله اول که این شارژرشه، اینجا میزنی به شارژ، یه پیچ داره اینجا باز و بست میشه. آقا مثلا این دفتر منه، خب که الان دارم مثلا ازش استفاده میکنم برای نوشتن جزوه. اینجا ویدیو رو باز کردم، صداشو میتونم اینجوری کم و زیاد کنم. همزمان که دارم این درس رو میخونم اینجا تایمر دارم، یا هم میتونم اینجوری اینجا استاپش کنم، اینجا یه ویدیوی دیگه پلی کنم و شروع کنم به دیدن. میتونم مثلا شروع کنم به جزوه نوشتن و کارهای مختلف انجام بدم. حالا میتونم صفحه ویدیوم رو حتی کوچیک و بزرگ کنم، یعنی حتی اینطوری فول اسکرینش میتونم بکنم، ویدیو رو پلی کنم برای درس خوندن. اینجا دارم مثلا مینویسم جزوه‌مو، اینجا دارم ویدیو رو میبینم و اونجا دارم تایمی که برام مونده رو میبینم. این طرف هم میتونه جزوه‌م باشه، پی دی اف کتاب باشه که دارم استفاده میکنم ازش. یه قابلیت خیلی باحال دیگه ای هم که داره اینه که من میتونم از تو فضایی که هستم کامل بیام بیرون. به این شکل خیلی جالبه نه؟